خرید اومدید یا برای فروش؟ من همین واسه نگاه کردن اومدم، چون الان که میاد پایین من خوشحالم، چون پسر من الان 4 سال شیمی درمونی میشه. الان همین گرونی دلار باعث شده من هر آمپول 2 میلیون گرون میخرم. قبلا چند میگرفت؟ قبلا 1.100 میگرفت، الان 3.300 میگیرم. بعد این قیمت های دلار میاد پایین برای شما خب خیلی اصلا برای مریضا کلا بهتره. الان اونایی که سرطان دارن همه الان خوشحالن. الان یه عده خوشحالن که دلار بره بالا سود کنه. یک مردمی هم هستن دعا میکنن بیاد پایین تا آمپولاشون رو پیدا کنن. برای روند درمان علی آقا شما کلیت رو فروختی؟ من نه میدونم فروختی، من دیدم. نه فروختم، من گفت کلیهشون فروختن. به یک بیماری دادن برای هزینه درمان پسرشون. دیدن شرایطشون خوب نیست، هیچ پولی نگرفتن. خواهش میکنم این دلارها رو توی خونه هاشون نگه ندارن تا همسال ما و مریضای دیگه پیش فرزندامون خجالت بکشیم. از شما خواهش میکنم که این جنس ها رو ارتکا نکنید تا ملت خودتون، همون خانواده خودتون هستن تو فشار میفتن. بزنید آیه ولی یه لحظه چشماتون رو ببین، یه لحظه جای من بذارید ببینید خودتون میتونید که میگین هزینه نکنید واسه مریضا. 1 میلیارد هزینه نشه. من حاضرم کل اعضامو اهدا کنم تا یه لحظه فقط منو نگاه کن. حالا ایشالله علی آقا قربونت برم، من دارم بغض کرده سر نگفتی بغضت دلیله دیوونگیمه، گفتم نباشی این زندگی